رسول الله شبی که به دنیا آمد لبهای مبارک شور میخورد. صفیه عمه رسول الله میگه گوش خود را به سمع ایشان نهادم، گوش خود را بر لبهای مبارک گذاشتم که میگوید امتی و امتی. به دنیا آمد من و شما را یاد کرد. یک نفر صاحب میخوشن میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم امیر روز اولی که تولد شد امتی صدا کرد. خیلی پیغمبر صاحب از روز تولد که میفهمید که ما امت دارم، ما پیغمبر صاحب تا 40 سالگی چرا چوب شیشتا بود. سکه قصای دروغی عوض که عقیده را خوب کنن پیغمبر متهم قرار میده. حالا وقتی که بگویی که پیغمبر صاحب از روز اول امتی میگه، یعنی از آغاز میفهمید که من امت دارم، پس معلوم میشه معنی ازی که حضرت پیغمبر صاحب 40 سال که دعوت به دین نکرده خاموش شیشته العیاذ بالله سکه یک تهمت از بالای پیغمبر صاحب، در حالی که پیغمبر صاحب تا 40 سالگی خود خبر نداشت که من پیغمبر هستم. آجی صاحب تا 40 سالگی خبر نداشت تا که آمد باز جبرئیل علیه السلام آمد و برش گفت که اقرأ بسم ربک الذی خلق، باز آمد در خانه و خدا پوشاند و باز بی خدیجه را بود پیش ورقه بن نوفل، باز برش گفت که پیغمبر است. باز بالاخره پیغمبر صلی الله علیه و سلم باز سرش وحی آمد، بالاخره پیغمبر فهمید که من پیغمبر هستم، باز خیس مردم به طرف دین دعوت. تا 40 سالگی دعوت نمیکرد چون نمیفهمید. حالا چرا ما اینقدر کلامکاری بکنیم او را از او